به نام خدا. با سلام خدمت همه دوستان عزیز کانال تفنگ نماد ایلم. امروز دیگه واقعا از شهر فرار کردم. از حالا شهر ما که آلوده نیست که بگیم از آلودگی هوا فرار کردیم، اما شهر آخر شهر. اومدیم اینجا گفتیم شاید، البته با خودم گوشت آورده بودم، گفتم احتمالش هست که یه وقتی کپکی هم بزنیم، اما چون که ما دوستدار محیط زیستیم و کپکی نمیزنیم دیگه، امروز با آقا امیرعلی اومدیم. چیزی هم نبود در حد ارتفاع، اومدیم اینجا و هیچ دیگه، جاتون خالیه. چایی گذاشتیم و یه نسکافه هم اسمشون نمیدونم، کاپیچیونا چاینا، حالا یا نسکافه یا هر چی هست دیگه، بالاخره اینا لامصب یه اعتیاد خاصی هم دارن دوستان. اگه آدم چند روز بخوره، 3-4 روز پشت سر هم بخوره، بعد یه دفعه دیگه گیرش نیاد بخوره، حالت استخون در پیدا میکنه. اینا من ببین برای که طبیعت خراب نشه میزنم اونجا که طبیعت خراب نشه. دلولم که همون دلول شاهینه دوستان. قیمت هم بذار براتون بگم، 75 تا 80 تومنه. پشنگ هم پشنگ اسلاگ پالا، فکر میکنم ساخت ترکیه باشه. اسلاگ هایی که خودمون ساختیم بهتر از این بودن، خودم اونا رو بیشتر میپسندم. پشنگ 4 پاره ایرانی هم داریم که آقا امیر بعدا میاد از نزدیک براتون میگیره. 2-3 تا هم پشنگ ساچمه ای داریم، شماره 2 و 3. اسلاگ دوستان تک گلوله است. قبلا سابق من تو ویدیوها گذاشتم، قیمتشون هم دونه 130 تومنه، 120 بی آقا امیر، 120 تومنه. 4 پاره ایرانی هم دونه 60 تومن، 70 تومنه 4 پاره. حالا یه چند تا فشنگ یکی از دوستان برام فرستاده، خودشون با قیمتشون رو براتون میزنم تو کانال که تونسته باشه. دلول شاهین هم که الان نوش تو بازار دوستان. راستی شاهین ویژه و بذار اینم من براتون بگم، حالا اصل موضوع ویدیو رو بذاریم برای همین دوستان. شاهین ویژه، آیا اون روزم یکی با سر شاهین نوشته سورنا، خب من نمیدونم مال چی که نوشته. اینجا هم نوشته میدن ایران، اینجا هم نوشته کاوه سورنا، اینجا هم نوشته سورنا، اینجا هم دوباره نوشته برال. فکر کنم طولش رو میگه 71 سانت، 710 میلیمتر. آقا من انگلیسی بلد نیستم دیگه، همین قدری که بلدم براتون گفتم. شمارش هم که زیر چونش گذاشته، نوشته که کاشوی، نمیدونم دیگه، حالا همینی که بود. بعضی هم گفتن ای علامت آلمانه، ای و پرنده علامت آلمانه، ای دوتا شمشیری که ایجوری شدن. اما خب همه اسلحه ها هست. حالا برصد پاکستان هم که زحمت میکشه اسلحه میسازه، 2 شمشیری جوری قیچی میکنه دوستان. فرق تفاوت اینجاش نوشته شاهین، اینجا انگلیسی نوشته شاهین که آقا امیر الان اینجا میگیره. شاهین معلوم نیست. معلومه؟ نه. چطور معلوم نیست؟ من فیلم زیاد معلوم نیست. قشنگ بگیرش تا معلوم. بعد دوستان شاهین ویژه با شاهین ساده هیچ فرقی نمیکنه. من تیراندازی کردم، متاسفانه ویدیوش به علت کیفیت گوشی که کیفیت درست حسابی نداشت، ویدیوش حذف شده. حالا دوباره سعی میکنم برم اون شاهین ساده رو بیارم با این شاهین ویژه. شاهین ساده و ویژه فقط تنها فرقی که میکرد این نقش و نگارای روی
کپ و توپی اسلحه بود تمام. فقط این نقشه نگاری ها رو نداشت. او یه حالت صاف اینجوری داشت، او شاهین ساده، وگرنه هیچ فرقی تو تیراندازی و اینا هم نکردن. حالا میگن نمیدونم، من به این یقین نرسیدم، میگن کیفیت ویژه ها میگن بهتره، اما خود او بنده خدا هم نو بود، تو کارتون بود. ما یه دوتا فشنگ هم باش انداختیم، اما خب اینطوری که میگفت هیچ تفاوتی با هم نمیکردن. و ای که امروز هم دیگه حالا از پیاده روی و کوه اینا که براتون بخوام بگیرم، کتاب بخوایم بریم که دیگه شما حوصلتون سر میره دیگه. گفتیم امروز اومدیم بیرون، گفتیم این حال هوا هم با شما به اشتراک بذاریم. و ای که شکم زیاد شد، عرض به خدمت شما گفتیم اینم با شما به اشتراک بذاریم که انشالله حالا شما هم یه لذتی برده باشیم. همین که آدم تو شهر نباشه، بیاد بیرون تو طبیعت، اصلا به نظر من خودش یه قدم آدم به جلوه. تو شهر سر صدا ماشینا و حالا درسته تو کوه هم اینترنت نداری و دیگه آدم معتاد اینترنت هم شدی و باید حتما اینترنت باشه، اما خب دیگه به هر صورت اینجوریه دیگه. اینجا به نظر من که تو کوه و کوهستان بهتره. آدم روزای جمعه که میشه اگه بتونه بره بیرون، فکر میکنم خیلی بهتر باشه. یه کاپوچینو یا اینم دیگه به هر صورت جای همتون خالی، حالا که بگم دیگه برای جا چند نفرتون، جا هر چند نفر اینجا جا داره خالیه، مخصوصا دوستانی که زحمت کشیدن و برای من تو واتساپ ویدیو فرستادن که ویدیوشون هم گذاشتم. ببین من حتی این یه ذره رو من قبول نمیکنم بذارم تو طبیعت باشه. یه هم از گرد نخودش، بقیهش هم برای آقا امیر که حالا میاد و دیگه به هر صورت رفیق راه به رفیق خوشه. آدم تو مسافرت و اینا باید رفیق داشته باشه. امیرعلی هم رفاقتش خیلی تو مسافرت خوبه، فقط یه وقتایی مثل خودم یه دنده است، میگه اگه دوربین با اینجور باشه دیگه باید اونجور باشه دیگه. ما چون که هممون همینطور یه دنده ایم دیگه، هیچ که به هیچ که ایراد نمیگیره دیگه، میگیم حالا اینم گذشت. خب حالا اگه من تا خواستم برم حدوداً یه 20 دقیقه نیم ساعتی تا ماشین راه داریم. اگه تو مسیر یه چیز جالبی دیدم براتون که حتما براتون فیلم برداری میکنم. و اگه حالا بگم من کبوتر اینا که امروز فراوون بود اینجا، اما من خدایی فشنگ اصلا به کبوتر نمیندازم، چون همون کم بعضی وقتا به هر صورت. امروز که ما اومدم اصلا بیرون از شهر زندگی کنم امروزا، همین امروز هم کافیه. اما کپ که حالا دوستان یه دونه دوتا بزنن بنز مصرف خوبه، اما من اون روز یه فیلمی دیده بودم روی جیپ تویوتا 36 عدد کپ ما رو کاپوت شمرده بودیم، با 2 تا تفنگ گذاشته بودن. من حسابی 36 تا می‌خواستی چیکار کنی؟ آخه اینا که شکارچیان میدونن، حالا واقعا این حرف منو الان درک میکنن. اینا که شکارچیان دقیقاً الان من که میگم کام این شکار یه گنجیش کم که باشه، فقط اون محل شکار تو کوه که میچسبه. شما الان 2 تا گوسفندم، 2 تا بزو، 2 تا کلو حالا که گوسفند نر براتون آور، کلو قوچ هم که 2 تا بزنی تو کوه موقعی که میاری خونه، حالا شکارچیایی که من باشون ارتباط دارم و رفیقیم کلا اینا رو تایید شده میدونن. چون این حالا شما 1 کیلو، نیم کیلو، 1 کیلوش هم بخوای تو کوه مصرف کنی، همونی که تو کوه مصرف میکنی فقط به جسم بدن و روح روان انسان میچسبه. اونی که دیگه میاری خونه، یعنی به عقیده من مثل حتی گوشتای قصابی بعض وقتا بهتر میشن تا پرنده ها، همین اکبر جوجه و نمیدونم این مرغای محلی و این جوجه کوچیکا و اینا فکر میکنم بهتر از کپک باشن تو خونه. اما تو کوه واقعا دیگه آدم نباید منکرش بشه، چون تو کوه واقعا میچسبه. حالا بعضی وقتا که آدم شکار نمیکنه میاد تو کوه، شما اگه بخوای حساب کنی آتیشم خراب شد، شکار نمیکنی یه دونه حلورده هم که میاری، حلورده چی بهش میگن، حلورده هم که میاری تو کوه، او هم باز
لذت خودشو داره. او هم درسته همونی که از خونه میاری، اما تو کو بیشتر میچسبه. حالا به خاطری که آدم راه میره خسته میشه، یعنی من الان اینقدر خستم که الان با شما خداحافظی کردم، پامو میزنم به این کمر، سرمو میذارم رو همین تربه یا کوله به زبان دوستان، میخوابم تا ساعت 4. امیرعلی هم اینجا دیگه هر کاری کرد خودش میدونه. خب اگه چیزی دیدیم تو قیمتایی که گفتیم، یه چیزی که ما داشتیم امروز همه نشون دادیم. یه ویدیو هم، یه تیکه ویدیو هم از ویدیوهای قبلی براتون میذارم که چون میدونین دوستان تو یوتیوب حالا بعضیا میگن شما الکی هم حرف زدی تا تموم بشه. یوتیوب یه فرجه زمانی داره، مثلا شما باید ویدیو 20 دقیقه نیم ساعت باشه. خب من دیگه الان چیزی ندارم که به شما نشون بدم، ناچارم یه ویدیو هم از تصویر چند تا دونه تفنگ مجوزدار البته براتون بذارم که شما ببینین، هم اگه قرار آدم دیگه زحمت میکشیم ویدیو میبینین، حداقل ما هم به یه نون و نوایی برسیم. وگرنه من قصد ندارم که کسی، حالا بعضیا تو کامنت ها میگن آقا اینترنت به این گیرونی، من وامیستم اراجیف شما رو گوش میدم. خود دوست عزیز شما اولش که میبینی اگه دیدی اراجیف دیگه بقیه‌اش دیگه نگاه نکن. منم ممنونتون میشم، از اینجا دستتون رو میبوسم و امروزم خداحافظی میکنیم. اگه چیزی تو را دیدم ویدیو براتون میگیرم، اگه چیزی ندیدم هم که همتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خداحافظ.